به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. لبخند کیهانی درونی. لبخند بدن را شفا میدهد. نویسنده مانتاگ چیا هستش و مترجم خانم نسرین طاهری پور هستند و انتشارات اخترمار این کتاب رو نشر داده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. اما در ابتدا مقدمه کوتاه رو در مورد مانتاگ چیا برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم کشفش میکنیم. مانتاگ چیا متولد پین یک استاد تایلند که در 24 آوریل 1944 در بانکوک به دنیا آمده. یک استاد تائویست هستش. او خالق تائو شفابخش، تائو یوگا، سیستم شفابخشی جهانی تائو و اسپا و اقامتگاه سلامت تائو گاردن است که در حومه شمالی چیانگ مای تایلند واقع شده است. چیا بیش از 60 کتاب در مورد شیوه‌های تائویسم نوشت و اصول هنرهای درونی تائویسم را آموزش داد. کتاب‌های او به بیش از 40 زبان ترجمه شده‌اند. او خود را در درجه اول یک معلم می‌داند. چیا 2 بار در سالهای 1990 و 2012 توسط کنگره بین‌المللی طب چینی و چی گونگ به عنوان استاد چی گونگ سال معرفی شده است و همچنین در فهرست 100 فرد تاثیرگذار معنوی در مجله واتینگ ریویو 2012 در رتبه 18 قرار دارد. خب با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. فضایل و دگرگونسازی استرس، قلب تمرینات تائو جهانی. کیفیت انرژی درونی ما به اندازه کمیت آن برای سلامت جسمی و رشد معنوی اهمیت دارد. هنگامی که جریان انرژی چی را درون خود افزایش داده و مازاد انرژی کسب می‌کنیم، لازم است بر رشد معنوی نیز تأکید کنیم تا در زندگی روزمره تعادل را حفظ نماییم. در اصل ویژگی‌های معنوی ما همان صفات مثبتمان هستند که در تائویسم با آنها فضایل گفته می‌شود. فضایل ما ماهیت عشق و خرد دارند. این خصوصیات خردمندانه‌اند زیرا بازتاب دهنده وابستگی متقابل ما با تائو، با طبیعت، با تمامی حیات و با اجزای مختلف بدن خودمان هستند. ما جز در ارتباط با یکدیگر نمی‌توانیم فضائل را نشان دهیم. همچنین فضائل خرد هم ترقی می‌شوند چرا که عشق را بیان می‌کنند. نگرشی که پیوندهای مثبت بین همه چیز را در جهان تقویت می‌نماید. ما برای ادامه زندگی به غذا نیاز داریم. از نظر جسمی به غذای مادی احتیاج داریم، اما باید سایر بدنهای لطیفتر خود را نیز تغذیه کنیم. بدنهای لطیفتر مانند بدن روح و روان، انرژی فضائل ما، انرژی کیهان، ستارگان و سیارات منبعی از غذای معنوی را فراهم می‌کند. اگرچه ما آموخته‌ایم برای دریافت این تغذیه به باورهای دینی خود وابسته باشیم، اما در واقع غذای معنوی در همه جا پیرامون ما وجود دارد. فقط باید یاد بگیریم چگونه آن را جذب و حذف کنیم. راه بزرگ تائو جهانی ابزاری برای دسترسی به این انرژی‌ها، پرورش روح و روان و ارتقاء کل وجود ما ارائه می‌دهد. در تائویسم هم پرورش انرژی‌های فضایل و هم تقویت نیروی حیاتی
برای ساخت بدنهای روح و روان از جنبه‌های مهم رشد معنوی به شمار می‌آیند. این دو رویکرد با هم مرتبط هستند، چرا که حفظ و بازیافت انرژی درونی به نیروی حیاتی می‌تواند به باز شدن و آرام شدن قلب و ذهن ما کمک کند و شادی، خوشبختی، عشق و سایر فضایل را شکوفا سازد. هنگامی که این عناصر با هم ترکیب شوند، بنیاد و زادگاه بدنهای لطیفتر انرژی و روح را فراهم می‌کنند. تائویست‌ها بر این باورند که انسان با صفات فضیلت آمیزی مثل عشق، ملایمت، مهربانی، احترام، صداقت، انصاف، عدالت و درستکاری به دنیا می‌آید. زمانی که فضایل در وجود ما فراوان باشند، نیروی حیاتیمان به نرمی و کارآمدی در بدن جریان پیدا می‌کند. اما اگر از پرورش این فضایل غافل شویم، این خطر وجود دارد که انرژی‌های ذخیره شده‌مان به طور مستقیم به سمت هیجانات منفی هدایت شوند و هر گونه گرایش منفی یا عصبی را در ما تقویت کنند. در حقیقت وجود هیجانات منفی اشکالی ندارد، به شرط آنکه آنها را بشناسیم و بیاموزیم چگونه دگرگونشان کنیم تا مانع جریان انرژی در اندامهای درونی نشوند. لازم است تعادلی پیدا کنیم و تمام وجود خویش را، چه بخش روشن و چه بخش تاریک را بپذیریم و درک کنیم. جامعه امروزی با ریتم سریع، شرایط پرفشار و ناتوانی در مدیریت زباله‌هایی که هر روز تولید می‌کند شناخته می‌شود. این زباله‌ها فقط محدود به پسماندهای خانه نیست، بلکه شامل زباله‌های احساسی درون بدن ما نیز می‌شود. در چنین جامعه‌ای تحت فشارهای فراگیر، فضایل ما به تدریج تحلیل می‌روند و احساسات منفی همچون خشم، ترس، نگرانی و بی‌صبری سر برمی‌آورند. این عواطف منفی باعث تضعیف فضایل شده و انسان‌ها را وادار می‌سازند تا بر انرژی‌های منفی و کم فرکانس تکیه کنند. این شرایط در حالت شدید به بیماری، اختلالات اجتماعی و حتی خشونت منتهی می‌شود. برای بازیابی فضایل، ابتدا باید نسبت به هیجانات منفی خود آگاه شویم و آنها را به انرژی مفید تبدیل کنیم. معمولاً این احساسات مثل زباله دور ریخته می‌شوند و به جای انرژی مثبت درون ما و جامعه را آلوده می‌کنند. درست همانطور که می‌توان زباله را به کمپوست و کود برای باغ تبدیل کرد، احساسات منفی که به هر حال ظهور خواهند کرد نیز می‌توانند به بستری حاصلخیز برای رشد فضایل مثبت تبدیل شوند. اگر این فرایند را انجام ندهیم، این هیجانات اثرات مخربی بر اندام‌ها و غدد داخلی خواهند گذاشت و امکان دارد نیروی حیاتی ما را فرسوده و بدن را با انرژی کمتر و ارتعاش پایین‌تر اداره کنند. علم پزشکی نیز تایید می‌کند که وجود هیجانات منفی می‌تواند پیش از بروز علائم بیماری مقاومت بدن را کاهش دهد. تائویست‌ها معتقدند که احساسات از اندام‌های درونی سرچشمه می‌گیرند. زمانی که بتوانید بین انواع مختلف انرژی‌های احساسی که در اندام‌ها حضور دارند تمایز قائل شوید و از آنها آگاه شوید، مدیریتشان ساده‌تر خواهد شد. باید مشاهده کنید که چه عوامل بیرونی باعث بروز این احساسات در شما می‌شود. به عنوان مثال متوجه شوید که چگونه احساسات منفی در فرد دیگر می‌تواند باعث ایجاد خشم یا اندوه در شما شود. وقتی به این آگاهی برسید، می‌توانید این احساسات را به نیروی حیات مثبت برای خودتان تبدیل کنید.
و نگذارید این انرژی های منفی در اندام هایتان انباشته شده و شما را آزرده کند. هنگامی که نیروی حیات مثبت زیادی در خود ایجاد می کنید، توانایی بیشتری برای تبدیل انرژی زباله خود به انرژی سازنده خواهید داشت. درک و هم‌افزایی میان اندام‌های بدن و عناصر کلید تعادل درونی و تقویت فضایل است. رحمت جوهره تمام فضایل. رحمت نتیجه ترکیب و خلوص همه فضایل در بالاترین سطح خود است. این فضیلت کیهانی بالاترین کیفیت انسانی و نیز سودمندترین انرژی برای به اشتراک گذاری با دیگران است. برای دستیابی به حالت رحمت، ابتدا باید انرژی های احساسی منفی را پالایش و به نیروی حیات تبدیل کنید. این کار نیرو و غذای لازم را به انرژی های مثبت هر اندام میرساند تا هر یک بتوانند فضیلت مربوط به خود را به وفور تولید کنند. سپس بخش مازاد این انرژی فضیلتی میتواند به نفع دیگران به جریان بیفتد. اگر کسی بدون تبدیل هیجانات منفی و بازسازی انرژی فضیلت‌ها بخواهد به رحمت و شفقت حقیقی برسد، چیز چندانی برای عرضه به دیگران نخواهد داشت. رحمت یا شفقت بالاترین تجلی احساس انسانی و انرژی فضیلتی است. رسیدن به این مرتبه از رشد نتیجه تلاش جدی و مراقبه عمیق است و تا زمانی که در زندگی فرد شکوفا شود نیازمند کوشش مداوم است. رحمت نه یک فضیلت منفرد بلکه عصاره و اوج همه فضایل است که در هر لحظه به صورت ترکیبی از انصاف، مهربانی، ملایمت، صداقت، احترام، شجاعت و عشق نمود می‌یابد. این انرژی سودمندترین موهبتی است که می‌توان با دیگران تقسیم کرد. توانایی ابراز هر یک از این فضایل در زمان مناسب نشان دهنده این است که فرد درون خود را به وحدت و یکپارچگی در حالت رحمت و شفقت رسانده است. دل یا قلب همچون دیگی است که می‌تواند همه فضائل را در خود ترکیب کرده و به انرژی رحمت تبدیل کند. رحمت بالاترین فضیلت و اساسی ترین ویژگی وجود معنوی ما به شمار می رود. پایه رحمت همدلی است، نه دلسوزی، که دلسوزی نوعی ضعف است و زمانی بروز پیدا می کند که انسان به آسانی تحت تاثیر احساسات دیگران قرار می گیرد. همدلی آگاهی فرد را فراتر از ضعف‌های انسانی ارتقا می دهد. کسی که واجد رحمت است میتواند بی قید و شرط عشق بورزد و در نتیجه جهان را همانگونه که هست بپذیرد بی آنکه در رنج بیفتد. هنگام مطالعه فضایل لازم است عشق را به عنوان مقوله‌ای مستقل بررسی کنیم تا بتوانیم تأثیرات انرژیابی آن را بهتر بشناسیم. تائویست‌ها عشق را نه محصول ذهن بلکه انرژی درونی قلب تلقی می‌کنند. در حالی که معمولاً عشق را نیروی مثبت می‌پنداریم، اما آنچه اغلب تحت عنوان عشق شناخته می‌شود، گاه می‌تواند از مجموع همه نیروهای منفی اثرات منفی بیشتری در زندگی ما بر جای گذارد. برای نمونه می‌دانیم که عشق افراطی خیلی زود می‌تواند به نفرتی تلخ و خشونت‌بار تبدیل شود. برداشت نادرست از عشق می‌تواند واسطه‌ای شود که از طریق آن احساسات منفی نیروی حیاتمان را در قالب ایثار و فداکاری بیش از حد تحلیل ببرد. در حالی که ذخیره انرژی شخصی ما محدود است و انرژی عشق کیهانی بی‌پایان است. اگر یاد بگیریم چگونه به این سرچشمه دسترسی داشته باشیم، همیشه به اندازه کافی عشق برای خود و دیگران در اختیار خواهیم داشت.
اما اگر نیاموزیم که چگونه از این نیروی برتر برای تقویت و تجدید قوای خود استفاده کنیم، معمولاً بیش از توانمان عشق می‌بخشیم و در نهایت نیروی جنسی و شعله عشق را در دل خود می‌سوزانیم. ما انتظار داریم عشق را به صورت شخصی از نزدیکان و به صورت معنوی از الگوهای روحانی خود دریافت کنیم. اما کلمات و رفتار دیگران تقریباً هرگز نیازهای ما را برآورده نمی‌کنند. پرسش درباره چیستی عشق قرن‌هاست که ذهن زنان و مردان را به خود مشغول کرده است. اما پاسخ آن فقط در درون خود ما قابل یافتن است. مشکل بزرگ در دنیای معاصر این است که همواره برای تامین نیازهایمان به بیرون رجوع می‌کنیم، بی آنکه بدانیم دیگران نیز به همین شیوه به دنبال برآورده کردن نیازهای خود هستند. همه ما از سر عادت عشق را بیرون از خود جستجو می‌کنیم، در حالی که منبع این انرژی نیازمند پرورش در درونمان است. این کار باعث می‌شود که چیز اندکی برای بخشیدن داشته باشیم. اگر دیگران نیز جویای عشق باشند، منطقی است که از ما انتظار دارند انرژی عشق کافی برای تامین نیاز آنها داشته باشیم. اما اگر عشق را در درون خود نیاموزیم و پرورش ندهیم، می‌توانیم انرژی دیگران را نیز تحلیل ببریم تا جایی که رابطه به پایان برسد. موفقیت در هر رابطه‌ای بستگی به توان طرفین در به اشتراک گذاشتن عشق و نیروی حیاتی دارد که از هر دو منبع نشأت می‌گیرد. آنگاه که ما سرشار از عشق و انرژی حیات باشیم، می‌توانیم به انرژی بی‌پایان عشق کیهانی متصل شویم و آن را با دیگران سخاوتمندانه قسمت کنیم. تائوئیست‌ها می‌گویند که ما تا وقتی خود را دوست نداشته باشیم، نمی‌توانیم دیگران را واقعاً دوست داشته باشیم. فشاری که از بخشیدن بی‌محابای چیزی که خودمان به آن نیاز داریم ایجاد می‌شود، می‌تواند باعث انسداد مدار انرژی درون کالبدی شده و حتی جریان عشق بی‌قید و شرط از آسمان و زمین را نیز مسدود کند. از آنجا که انرژی عشق از درون قابل دستیابی است، می‌توانیم نیاز بنیادی خود به عشق را ابتدا با این انرژی رفع و اندام‌ها و غدد داخلی خود را بازسازی کنیم. تمرین‌هایی مانند لبخند درونی به ما کمک می‌کنند تا به این هدف برسیم. در مسیر آموختن عشق به خود باید به خاطر داشت که حتی انرژی عشق درون ما نیز در نهایت از نیروی اصل اولیه ووچی سرچشمه می‌گیرد. این به آن معناست که نیروی قلب، محل اقامت انرژی عشق، پیوند ما را با منبع الهی یعنی عشق کیهانی فراهم می‌کند. اتصال میان منابع درونی و بیرونی عشق نیازمند توجه و همسویی دائم است. در وهله نخست باید عشق را در درون خود پرورش دهیم تا قدرت دریافت عشق بی‌قید و شرط از آسمان و همچنین نرمی و مهربانی از مادر زمین را به دست آوریم. در تائوئیسم باور بر آن است که هر اندام بدن صاحب جان و انرژی روحانی مختص به خود است. با تمرین عشق و احترام و پرورش این جنبه‌ها در اندام‌ها کل بدن بهبود می‌یابد و فرد می‌آموزد که بدن خود را به عنوان یک کل دوست داشته باشد. پس از فراگیری عشق به خود که نباید با خودخواهی یا خودشیفتگی اشتباه گرفته شود و اتصال به عشق کیهانی، فرد سرشار از انرژی عشقی می شود که می تواند با دیگران به اشتراک بگذارد. کلید این مسیر تمرین مداوم است. نظام تائو جهانی بر بازیافت، دگرگونی و پالایش چی درونی و بیرونی انسان، مخصوصاً انرژی‌های احساسی تاکید دارد. با تمرین لبخند درونی می‌آموزیم که اندام‌ها را پاکسازی کنیم
تا انرژی فضیلت بار دیگر رشد پیدا کند. دگرگون کردن انرژی درونیمان به این شیوه باعث افزایش سطح ارتعاشی و ارتقای رشد معنوی ما خواهد شد. تمرین مراقبه لبخند درونی. لبخند درونی یک مراقبه نیرومند برای التیام و آرامسازی درونی است. آرامسازی عمیق می‌تواند تنش‌های فیزیکی و ذهنی که باعث انسداد انرژی چی ناسالم می‌شود را از بین ببرد. لبخند درونی باعث تقویت انرژی اندام‌ها و غدد آرامسازی و تمرکز قلب، ذهن و به طور کلی نیروی حیاتی می‌شود. این تمرین آگاهی ما را نسبت به بدن و هستی درونیمان افزایش می‌دهد. زیرا یاد می‌گیریم با اندام‌ها، غدد، ستون فقرات و دیگر بخش‌های خاص بدن و حتی با روح خود ارتباط برقرار کنیم. تائوئیست‌ها کشف کردند که آگاهی فقط به مغز محدود نمی‌شود، بلکه در اندام‌های حیاتی و حتی به شکلی ظریف‌تر در تک تک سلول‌های بدن نیز ریشه دارد. با لبخند زدن به اندام‌ها و قدردانی از فعالیت آنها به تدریج هوش بدن را دوباره بیدار می‌کنیم. معمولاً آنقدر با بدن و احساسات خود بیگانه ایم که تا زمانی که ناهماهنگی‌های درونی به بیماری جدی تبدیل نشدند متوجه آن نمی‌شویم. تمرین روزانه لبخند درونی فرصتی برنامه‌ریزی شده برای نگاه به درون است. در این تمرین حال بدن، چی، تنفس و احساساتمان را رصد کنیم. در این صورت می توانیم مشکلات را از همان آغاز تشخیص داده و به موقع برطرف کنیم. در دنیای امروز احساس کم ارزشی به صورت فراگیر در بین همه وجود دارد. با لبخند درونی آغاز به ایجاد رابطه‌ای سالم، عاشقانه و حمایتگر با خود و دیگران می کنیم و رفته رفته ویژگی‌های مثبت خود را باز می شناسیم. با تمرین مستمر خود حقیقی‌مان را بهتر می‌شناسیم و فضیلت‌هایمان را کشف می‌کنیم. این فرایند به ما کمک می‌کند تا تصویری معتبرتر و سالمتر از خود داشته باشیم، تصوری که به واقعیت نزدیک است. لبخند درونی توانایی عشق ورزیدن و آرامش بخشی به جسم و روح را در ما پرورش می‌دهد. وقتی بیاموزیم همان گونه که هستیم خود را دوست داشته و بپذیریم، عشق ورزیدن و پذیرش دیگران نیز برایمان آسان‌تر و طبیعی‌تر خواهد شد. لبخند درونی برای تمرینات ریشه‌ای زره آهنین چیکونگ و تای چیکونگ کاملا ضروری است. اگر احساسات منفی زیادی در ما وجود داشته باشد، انرژی به بخش‌های بالای بدن صعود می‌کند و مرکز ثقل ما نیز بالا می‌رود و ارتباطمان با زمین قطع می‌شود. در چنین وضعیتی احساس بی‌ثباتی، عدم تعادل و ناپایداری عاطفی خواهیم داشت. تمرین لبخند درونی و همچنین 6 آوای شفابخش احساسات منفی را دگرگون کرده و بدن و ذهن را آرام می‌کند. این آرامش عمیق مرکز ثقل را به تان تی ین باز می‌گرداند، جایی که می‌توانیم نیروی درونی خود را پرورش دهیم و در نتیجه همواره در تمرین و زندگی روزمره مرکزدار، ریشه‌دار و پایدار باقی بمانیم. همیشه لبخند درونی را با تمرین تاب دادن ستون فقرات آغاز کنید. ستون فقرات خود را از روی استخوان‌های نشیمنگاه و استخوان خاجی به طرفین تاب بدهید. به ستون فقرات لبخند بزنید و هر مهره را از قاعده تا بالای سر آرام تاب بدهید. احساس کنید ستون فقراتتان
آرام و گرم شده و درخشش طلایی پیدا کرده است. سپس ستون فقرات خود را به جلو و عقب تاب داده و کمی هم سرتان را تکان بدهید. خودتان را همچون یک تکه بامبوی توخالی مجسم کنید. هنگام تکان دادن سر، ارتباطی میان سر و ناحیه کمر برقرار می شود. پس از پایان تاب دادن، لبخند را از بالای ستون فقرات تا پایین و دوباره از پایین به بالا هدایت کنید. تاب دادن و لبخند زدن به ستون فقرات بسیار مهم است، زیرا باعث آرامش ستون فقرات و سیستم عصبی می شود. کسانی که می خواهند آرام شوند، ابتدا باید ستون فقرات خود را شل و رها کنند. وقتی ستون فقرات سفت و منقبض است، رسیدن به آرامش امکان پذیر نیست. دو شکل مشهور لبخند درونی عبارتند از یک لبخند درونی سه خط که شرح آن را در کتاب‌های راه تائو برای تبدیل استرس به نیروی حیاتی و بیدار ساختن نور کیهانی خواهید یافت. 2. لبخند درونی انرژی بخش. 3. لبخند درونی که بر آرامسازی، متعادل سازی احساسات و تبدیل آنها به انرژی رحمت تاکید دارد. نسخه دوم و سوم لبخند درونی هر دو از چرخه تولد 5 عنصر بهره می‌گیرند که با 5 اندام حیاتی بدن مرتبط هستند. 1. لبخند درونی سه خط. الف. لبخند به سوی اندام‌ها. خط پیشین. نقطه میان ابرو و چشم‌ها. پیشانی خود را آرام کن و تصور کن که انرژی لبخند همچون نوری طلایی جلوی چشم‌ها جمع می‌شود. احساسی را مجسم کن که هنگام ورود به باغی زیبا به تو دست می‌دهد. در حالی که این حس را در خود نگه می‌داری، تصویر چهره در حال لبخند زدن خود را در مقابلت تصور کن. این انرژی درخشان را همچون خورشید حس کن. اجازه بده این انرژی مارپیچی در نقطه بین دو ابرویت بچرخد. آن را از طریق این نقطه و از پشت پلک‌های بسته جذب کرده و غده هیپوفیز را تحریک کن. صورت. ادامه بده و انرژی لبخند را میان ابرو هدایت کن. بگذار این نقطه باز و گشوده شود. بگذار چی به بینی و گونه‌هایت جاری شود. حس کن که پوست و عضلات صورتت آرام می شود و گرما همه صورتت را می گیرد. لبخند را به سمت دهانت جاری کن و احساس کن گوشه‌های دهانت به آرامی بالا رفته است. انرژی لبخند را به زبانت جاری کن و زبان را در دهان حرکت بده تا جریان بزاق فعال شود. وقتی بزاق دهانت فراوان شد، آن را به آرامی فرو بده. زبان را به سقف دهان بچسبان و تا پایان تمرین همانجا نگه دار. این کار دو کانال اصلی انرژی بدن، یعنی دو رسانای فرمانروایی و عملکردی را به هم وصل می‌کند. بزاق را به سمت غده تیموس و قلب فرو بده و انرژی را به سمت پایین هدایت کن. حس کن انرژی لبخند به فک‌هایت جاری می شود و هر گونه تنش را آزاد می کند. دهانت را کمی باز نگه دار و دندانهایت را از هم جدا کن، در حالی که زبانت هنوز به کام چسبیده است. گردن و گلو. به گردن و گلویت لبخند بزن و اجازه بده گردنت کمی به پایین بیفتد تا از تحمل وزن سر رها شده و استراحت کند. به غده تیروئید و پاراتیروئید که در جلوی گردن هستند لبخند بزن و انرژی را به آنها جاری کن. حس کن گلو مانند گلی که شکوفا می شود باز می شود و انرژی هر گونه تنش را آزاد می کند. گلو و استخوان جناق. وقتی بزاق زیادی تولید شد، آن را به سمت اندامی که به آن لبخند میزنی فرو بده. اجازه بده انرژی لبخند به غده تیموس بین گلو و جناق برسد.
حس کن غده تیموس گسترش پیدا می کند و انرژی گرم، معطر و لبخندآمیز را به سمت قلب می فرستد. قلب به اندازه مشت دست است و پشت استخوان جناق کمی به سمت چپ قرار دارد. به قلبت لبخند بزن و از او به خاطر پمپاژ خون در سراسر بدنت تشکر کن. حس کن که قلبت آرامتر و کارش سبکتر شده است. انرژی لبخند را به قلبت جاری کن تا با عشق آن را پر کنی. ناراحتی و بیقراری را به شادی و احترام تبدیل کن. عشق، شادی، احترام و در نهایت شفقت همگی از قلب سرچشمه می‌گیرند. حس کن این فضای از قلبت به اندام‌ها، غدد و سراسر بدنت می‌تابد. ریه‌ها، به تک تک سلول‌های ریه‌های خود لبخند بزن و از آنها بابت تأمین اکسیژن بدن و دفع دی اکسید کربن تشکر کن. حس کن ریه‌ها نرمتر و اسفنجی‌تر و مرطوب‌تر شده و با انرژی لبخند منبسط می‌شوند. فضیلت‌های قلب یعنی عشق و شادی را حس کن که انرژی لبخند را در ریه‌ها تقویت می‌کند و هر نوع غم و افسردگی را به دوستی و درستی و شجاعت تبدیل می‌سازد. کبد، به کبد خود لبخند بزن. کبد در پایین سمت راست قفسه سینه قرار دارد. از کبدت برای نقش آن در هضم، پردازش، ذخیره و آزادسازی مواد مغذی و دفع سموم تشکر کن. حس کن کبدت نرمتر و مرطوب‌تر می شود. انرژی لبخند را که با فضیلت‌های قلب و ریه یعنی عشق، شادی، درستی و شجاعت تقویت شده در کبد جاری کن تا هر گونه خشم موجود در آن به مهربانی تبدیل شود. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و لذت یک احساس خوب و ناب رو به بدنتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.